سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. اومدیم با کلاسیک چالش. یه قند رو نتونستیم بزنیم چون که جمع کافی نداشتیم و به جای درافت گوبلینم اینو بردیم که سایکل میکنه، چون یه هیرویت وقتی زمین باشه دیگه تو دستتون نمیاد، به خاطر این بقیه کارتا زودتر سایکل میشه که خیلی خوبه برای چرا این دوتا هم عوض میکنم، چون که مهم اینه که کیج فقط سایکل بشه دیگه، بقیهش مهم نیست. کیج همیشه دستمون باشه دیگه، دفاع حله. ما والویپکه رو از وسط میگیریم. تسلا داره، برای ما خیلی بده. اشکال نداره چون که یه شات به اونجا زد. سریع یه بار یه سایکلش میکنیم، کنترل شده. نه اشکال نداره. نه نزد اون یکی. آی جهتش عوض شد. آخ آخ آخ. تسلا شو از بین میبریم. تسلا نمیده بسیاری فایه باشو زد چیه. تقریبا رسوندیم بهش. اینم که از این طرف تسلاشو میره. احتمال اسکلت چیزی بندازه. اسکلت هم نداره. آها ایوه شاید چیزی اینجا بزن. اینو از اینجا میاییم که چیزی نزنه ما. چیه اسمش؟ اوه اونو زد. اوه اوه اگه باید پیش بریم اوضاع میتونه خیلی برای ما بد بشه. اون ماسکشه بمیره خیلی خوب بشه. یا اینو اینم که میمزیم. خب باشا. آها ایوه چی امیدوارم خوشتون اومده باشه از این نبرد.